میگن توی سال 1984 داخل یک کارخونه اسباب بازی متروکه یه پروژه محرمانه شروع شد. یه تیم از دانشمندا تلاش میکردن عروسک زنده بسازن، چیزی بین احساسات انسان و بدن بیجان پارچه‌ای. اولین نمونه موفق اسمش هاگی واگی بود. یه دختر این عروسک رو خرید و اون چیزی که هاگی واگی میخواست رو بهش داد، یه بغل ساده، ولی اون رو از خونه طرد کردن. هاگی واگی مجبور شد به آزمایشگاه برگرده و مورد آزمایش‌های بیشتری قرار بگیره، ولی این بار قضیه فرق داشت. روحش صدمه دیده بود. چند هفته بعد از فعالسازی مجدد، کارگرها یکی یکی ناپدید می‌شدن و کارخونه به طرز عجیبی بسته شد. این یه خبر باور نکردنی بود که چطور یه شرکت با موفقیت چشمگیرش یهو بسته بشه. گروهی از مردم از سر کنجکاوی وارد اونجا شدن، ولی یه نفر از اونجا جون سالم به در بود. همون دختری که اتفاقاً تنها بازمانده یه کارخونه مرموز بود. دوباره هاگی واگی رو ملاقات کرد و دید عروسک مورد علاقه‌اش به یه ماشین کشتار تبدیل شده و توی کانال‌های باریک کارخونه دنبالش می‌کرد. ولی هاگی واگی گذشته خودش رو یادش رفته بود، اما لحظه مرگش یاد تمام خاطرات شیرینی که با دخترک داشت افتاد. اما دیگه دیر شده بود، چون دخترک مجبور به کشتن بهترین دوستش شده بود. اما بعد از گذشت چند دقیقه یه دختر عروسکی مو قرمز بالای سر هاگی واگی ظاهر میشه که نقش مهمی توی زندگی هاگی واگی داشته. دختری با گذشته‌ای به مراتب تاریک‌تر از هاگی واگی. اگه دوست داری داستان غم انگیزش رو بدونی، کلمه دختر عروسکی رو کامنتش کن.